پا شده بودم از خواب، گفتم پاشو من پنجره رو بدم کنار من دریا دیده میشه یا نه. رفتم دیدم نه خیر، خیلی دورتر از چیزی که فکر میکنم. واسه پا شدیم بریم که آره رفتیم یه صبحانه بزنیم بدم که بریم سمت دریا و اینها. با هزار بدبختی و هزار مکافات گوشی و لای پام فیکسش کردن که بتونم تصویر بگیرم. سختی و چالش های این کار زیاد، عادت ندارم هنوز. خلاصه اینجوری فیلم گرفتیم از صبحانه و اینها. بعد پا شدیم بریم سمت دریا. اینجا منو میبینیم دانشجوی ترمک مکانیک. آره خلاصه اینجا رفتیم سمت دریا و اینها. اینم ساحل سرخرود بود. اینجا سرخرود بود و خیلی باحال بود. این واقعا صافی دریا و آرومش واقعا جذابش کرده بود و همین. اینجا خیلی دریا صافی بود. چه بچه هم خالی بود دست. آقا اینجا من حس کردم واقعا مثل چیزه، مثل پاییز که مثلا راه میری توی پارک و اینا، مثلا برگوی من میاد زیر اینا خشخشش واقعا باحال بود. منو یاد اونا انداخت. خیلی بود واقعا. صدف خوشگلم توش بیرون اومد. دو سه تا برداشتم مثلا هدیه بدم به کسی، دادم هدیه به کسی. واقعا خوشگل بود. این پای قرمزم جریان داره. یه سری اومده بودیم اینجا برای این توش حال این تنابا و لنگر و خداش هم واقعا بزرگ بود، کوچیک نبود. پایاش مثل ماهیگیریه. بعد آره اینجا کار میکردم. من امروز کار نمیکرد. چرا؟ امروز اینم این یه قایم ماهیگیریه. بعد آفتاب تو چشم من بد میشه تصویر نمیدونم. ببخشید یه قایم ماهیگیریه. حالا فیلمش گرفته بودم. این خیلی بزرگه، خدایی بزرگه. اینو امروز اومده بودیم اینجا با 2 تا بوکسل میکشیدنش میبردنش وسط که تو رو مثلا اینا رو بندازه. توش هم پر تناب و لنگر و تور و ایناها. آره باله. الان هیچی نیاره، تور ننداختن. امروز خسته بودم. آره خلاص. اینجا هم فاز هنری گفت کرد. گفتم من به تصویر هنری بگیرم ببینم چجوری میشه. باحالم شد خدایی، قشنگه. آره گفتم خود شیفتی که بده. من دوستان واقعا ویدیو بگیرم کنار ساحل، دوستان حرف بزنم، دوستان عکس بگیرم. والا هیچ ایرادی نداره. اینجا داشتم خودم توجیه میکردم که آره من گوشی دستمه عیب نداره، اصلا خجالت نداره من دوست فیلم دارم بگیر. شنا کنه ولی که نه دریا شما بدم میاد شنا. خودم داشتم توجیه نمیدونم میکردم چرا ولی که حال نمیکنم. دوستان بیشتر نظاره‌گرش میشم جالب تر. بله درست. آره درست. اشغال به راه سنگین. باش. آره اینجا هم پا شدیم رفتیم سمت در جنگل. توی راه یه تصادف رخ داده بود. تصادفش هم خیلی بد بود متاسفانه. حالا ما که رسیدیم صحنه دلخراش دیدیم. یک کامیونت چپ کرده بود روی پارسه. حالا اون لحظه یه نفر تموم کرد و داشتن یه نفر دیگه هم احیا میکرد. واقعا بد بود صحنش. آره این همه رو نشان زدیم از توی کوچه باغا و اینهای شمال مسیر داد که ترافیک نمونید. آره اینجا هم رسیدیم به جنگل نور. حالا من خاطر خوبی خیلی ندارم توی جنگل نور، ولی که این سری رفتیم خلوت بود و باحال بود و اینا. هوا به شدت واقعا خوب بود. اینا هم یک اسب سفید بود، گفتم شاید جالب باشه. خیلی خوشگل بود خدایی. آره اینجا رفتیم دنبال جا میگشتیم، دنبال یه جا. من کلا اینجوریم که آره جایی که آدمای زیاده دوست ندارم، برای جای بکر باشه. اینا هم میگفتن نه همون اول وایسیم و اینها. دعوا بود خلاصه. ولی که من برنده شدم. کلی رفتیم تا رسیدیم به یک جای خوب، یه جای بکر و باحال بود. اینجا جالبه. با هزار زحمت میکنم آتیش روشن میکنم.
درست کردن غذا. و این فیلم که شما دارین الان می‌بینید 1 دقیقه 1 ساعت و خورده طول کشید و پدر من در اومد آتش درست کردن، غذا درست کردن به کنار، اون فیکس کردن دوربین به کنار. باید حتما یه دونه حالا بیاد از این پایه ها بگیرم، واقعا جالب میشه. آره اومدیم شما جوز زدیم هم شام. آره این درخته اینجاش یک شکافی داشت، من اینو درست نکردم ولی کن اینو اضافه کردم بهش با چاقو اینا. حالا اون فیلمی که مثلا میبینی از چیزه از درست کردن آتیش و اینا، من گوشیمو اینجا به این صورت فیکسش کرده بودم با چوب ریزه ها اینا. خیلی حتما باید پایه بگیرم، حیفه واقعا این تصویرها اینجوری. حالا این شانس ما اینجا بود ولی کم باحال میشه. مرسی که اینجا بود. آره اینجا خلاصه گفتیم بریم کف جنگل راه بریم، منظره ها رو بریم، از جنگل استفاده بکنیم، مثل صدای خشخش برگا هم باحاله. آره ولی خدایی هرچی هم باشه خوشگله بودم هم جنگل میگه فقط بکر نیست ولی کم باز هم جذابه لنگی، باز هم دوست داشتنی. آره رفتیم رو آسم. آزمونی برداشته سرمون داریم چرخه. یک چیزی که هست طبیعت صحبت کنم. واقعا طبیعت رو هر چقدر تلاش بکنیم نمیتونی به تصویرش بکشی. درست. مثلا تو یک منظره یک مثلا یه درخت خوشگل میبینی، حالا اینجا بود این پشت سر من یه درختیه، این درختی که روش کردن، این درخت قطوره انگار داره قطره کسی بغلش واسطه. اون درخت به شدت شاخهای بالاش قشنگه، مثل این فیلم های مثل هالیوودی و مثلا این ارباب حلقه و اینا حس کنی مثلا میخواد بیاد بیرون پاشو راه بره اینجوری خیلی قشنگ. ولی تو هر داشتم اینو میگفتم که تو هر چقدر تلاش بکنی نمیتونی این درخت رو به تصویر بکشی، چون این درخت کناره درخت دیگه تو این جنگل واقعا اون قشنگی رو داره و تو الان از این عکس بگیری همینه. و این خدای قبول دارم اون جلوه رو نداره. قوله یک مستندی بود نگاه میکنم میگفت بعضی وقتا تو طبیعت آدم میره باید دوربینشو بذاره کنار فقط نگاه کنه. اینم دقیقاً همینه. واقعا نمیشه تصویرش کشید. دوربینو بذاری کنار، گوشی بذاری کنار، هیچی رو تصویر نکشی، فقط نگاه کنی لذتشو ببری. آره خلاصه اینجا هم رسیدیم سمت خونه. حالا این یک مختصر مفیدی بود از آره خلاصه یکم اینجا درگیرم بخورم کنم گوش کنید. یک کوچولو ولاگ توری گرفتم چجوریه. حالا خودم این فضا رو خیلی دوست دارم ولی کن نمیدونم چقدر بتونم انجامش بدم با سختی درس و اینا. آره خلاصه که مرسی که تا اینجا همراه بودی.